بزرگترین دروغی که بهت گفتن اینه تو میانگین 5 نفر اطرافت هستی. واقعیت خیلی ترسناکتره. تو میانگین اونا نیستی. تو قربانی اونا هستی. فکر کن داری یه قصر میسازی، اما شب که میشه در رو باز میذاری برای کسایی که کارشون آتیش زدن پایه هاست. یونگ میگه خطرات روانی 100 برابر میکروب ها خطرناکترن. چون وقتی تسخیر میشی حتی نمیفهمی مریضی. فکر میکنی این شکست ها تقصیر خودته، اما در واقع تو فقط همراه یه آدم اشتباه غرق شدی. سلام، من احمدی هستم از کانال رواننما. امروز میخوایم یاد بگیریم چطور بی‌رحم باشیم. حذف کردن 9 گروهی که دارن روحت رو میمکن، اما اگه حذفشون نکنی سقوطت قطعیه. آماده ای برای یه جراحی بزرگ توی روابطت؟ اولین گروه پخش کنندگان طاعون بدبختی هستند. این آدما همیشه یه مصیبت جدید دارن. امروز ماشینش خرابه، فردا رئیسش باهاش بد حرف زده، پس فردا کل دنیا باهاش لجه. اونا با چشمهای غمگین میان پیشت. تو هم که آدم با وجدان و مهربون، دلت میسوزه و میخوای نجاتشون بدی. شروع میکنی به راهکار دادن. ساعتها وقت و انرژیت رو خرج میکنی، اما یه حقیقت تلخ وجود داره. اونا دنبال راهکار نیستن. اونا به ترحم معتاد شدن. بدبخت بودن به اونا هویت میده. اگه مشکلشون حل بشه که دیگه کسی بهشون توجه نمیکنه. اونا نمیخوان نجات پیدا کنن. اونا میخوان تو رو هم توی چاه خودشون بکشن تا توی اون تاریکی تنها نباشن. رابرت گرین میگه از آدمهای بدشانس دوری کنین، چون باور اونها مثل یه ویروس واگیر داره. کم کم تو هم شروع میکنی به غر زدن. اگه کسی 2 بار با یه مشکل تکراری اومد پیشت و هیچ کدوم از راهکارات رو انجام نداد، اون آدم قربانی شرایط نیست. اون داوطلب بدبختیه. رهاش کن قبل از اینکه تو رو هم غرق کنه. گروه دوم خیلی فریبندن. من بهشون میگم کودک ابدی. اونا برخلاف گروه قبلی اتفاقا خیلی هم جذاب و پرشورن. مانی رو تصور کن، 35 سالشه ولی هنوز مثل یه نوجوان زندگی میکنه. یه ایده بیزینس میلیاردی جدید داره. امروز میخواد کافه بزنه، هفته بعد میخواد تریدر بشه. به تو هم میگه بی خیال بابا، چرا اینقدر زندگی رو سخت میگیری؟ تو که زیر بار مسئولیت و قسط داری له میشی، حسرت اون رو میخوری. پیش خودت میگی کاش منم میتونستم مثل اون رها باشم. اما بیا بریم پشت صحنه زندگی این آدما. اونا هنوز اجاره خونه‌شون رو از پدرشون میگیرن یا از دوستاشون قرض میگیرن و هیچ وقت پس نمیدن. اونا به محض اینکه کار سخت بشه غیبشون میزنه. خطر این آدما برای تو چیه؟ یونگ میگه بلوغ یعنی توانایی قربانی کردن. تو برای ساختن آیندت باید تفریح لحظه‌ای رو قربانی کنی. اما کودک ابدی دیسیپلین و نظم تو رو مسخره میکنه. اون بهت القا میکنه که داری زندگیت رو هدر میدی. کم کم اراده تو سست میشه و شروع میکنی به تقلید از بیخیالی اون. اما یادت باشه وقتی تو سقوط کنی اون نیست که دستت رو بگیره. اون احتمالاً رفته سراغ یه همبازی جدید. این آدما جاه طلبی تو رو خفه میکنن. اگه دیدی کسی تو بزرگسالی هنوز دنبال پتانسیل های بی نهایته و هیچ دستاورد ملموسی نداره، فرار کن قبل اینکه نظم زندگیت رو نابود کنه. گروه سوم کسایی هستن که خیلی موجه به نظر میان. من بهشون میگم استبداد نقاب تو خالی. این آدما با نقابشون یکی شدن. یعنی دیگه هیچ فاصله‌ای بین خودشون و ظاهرشون نیست. آقای مهندس یا خانم دکتری رو تصور کن که همیشه بی‌نقصه. لبخندشون انگار با خطکش اندازه گرفته شده. حرفاشون همیشه سیاستمدارانه و تمیزه. هیچ وقت عصبانی نمیشن. هیچ وقت اشتباه نمیکنن و همیشه ویترینشون شفافه. اولش تحسینشون میکنی و میگی چقدر با کلاسه، چقدر مسلطه. اما بعد یه مدت یه حس سرما تمام وجودت رو میگیره. حس میکنی کنار یه ربات نشستی، نه یه انسان. خطر این آدم کجاست؟ اونا هیچ نقطه ضعفی از خودشون نشون نمیدن. وقتی کسی نقطه ضعف نداره یعنی هیچ صمیمیتی هم
بین شما شکل نمیگیره. رابرت گرین هشدار میده از کسی که هیچ نقص انسانی نشون نمیده بترس، چون این آدما تمام بخش‌های تاریک و انسانی خودشون رو سرکوب کردن. اونا مثل یه دیگ بخار هستن که هر لحظه ممکن منفجر بشه و چون خودشون رو بی‌نقص میدونن، بی‌رحم‌ترین قضاوتگرها هستن. کافیه تو یه اشتباه کوچیک بکنی تا با نگاه تحقیرآمیزشون نابودت کنن. دوستی با اینها مثل دوستی با یه بیلبورد تبلیغاتیه، تو خالی و سرد. اونا به محض اینکه نقابشون به خطر بیفته تو رو بدون عذاب وجدان فدا میکنن. از کسایی که زیادی خوبن و هرگز عصبانی نمیشن فاصله بگیر، چون اونا خشمشون رو قورت دادن و دارن دنبال یه قربانی میگردن تا پنهانی زهرشون رو بریزن. ترسناکترین بخش ماجرا اینجاست، جایی که دشمن عیب خودش رو توی وجود تو میبینه. به این آدما میگیم شکارچیان فرافکن. اونا مثل یه پروژکتور عمل میکنن. تا حالا شده با کسی بحث کنی و یهو حس کنی داری دیوونه میشی؟ طرف مقابل تو رو به چیزهایی متهم میکنه که اصلا توی وجود تو نیست. مثلا کسی که خودش مدام دروغ میگه به تو برچسب دروغگو میزنه، یا کسی که خودش به شدت شکاکه تو رو متهم به خیانت میکنه. یونگ میگه هر چیزی که در دیگران ما رو آزار میده میتونه ما رو به درک سایه خودمون برسونه. اما این شکارچی ها طاقت دیدن تاریکی خودشون رو ندارن. اونا زباله های درونی خودشون رو برمیدارن و پرت میکنن توی زمین تو. خطر اصلی اینجاست که اگه زیاد کنارشون بمونی باورت میشه که واقعا مقصری. تو شروع میکنی به حمل کردن بار گناهی که اصلا مال تو نیست. با این آدما نمیشه منطقی حرف زد، چون اونا با واقعیت نمی جنگن. اونا دارن با شیطان درون خودشون می جنگن و تو فقط کیسه بوکس این جنگ شدی. تنها راه نجات اینه که آینه نشی، بحث نکنی و فقط صحنه رو ترک کنی. اتهام اونا در واقع اعتراف ناخودآگاه خودشونه. حالا میرسیم به کسی که وقتی حواست نیست خنجر رو از پشت فرو میکنه. من به اینا میگم انگل حسود. کسانی که کمال تو رو تاب نمیارن. اونا معمولا نزدیکترین آدم‌های زندگیت هستن. بیا یه تست بگیریم. یه خبر خیلی خوب بهشون بده. بگو بالاخره اون شغل رویاهامو گرفتم. توی اون ثانیه اول قبل اینکه نقابشون رو مرتب کنن چی تو صورتشون میبینی؟ یه درخشش آنی از خشم یا یه سکوت سنگین و سرد. بعدش با یه تبریک خشک میگن مبارکه، ولی شنیدم این کار خیلی سخته، پیرت میکنه. دیدی چی کار کرد؟ این یه نیش استراتژیک بود. موفقیت تو مثل نمک روی زخم حقارت اونها عمل میکنه. اونها عاشق ورژن شکست خورده و ضعیف تو هستن. چون کنار ضعف تو احساس امنیت و بزرگی میکنن، اما از ورژن قدرتمند و موفق تو متنفرن. نشونه هاشون ظریفه، شوخی های تحقیرآمیز توی جمع یا تقلید کردن از تو. یونگ میگه حسادت اعتراف ناخودآگاه به شکست خیشتنه. محبت کردن به آدم حسود فقط نفرت اون رو بیشتر میکنه. پادزهر این انگل‌ها قانون اختفاه. شادی‌هات رو جار نزن و موفقیت‌هات رو پنهان کن و آروم آروم بدون سر صدا اونها رو از دایره اعتمادت حذف کن. گروه ششم زامبی‌های دنیای مدرن هستن. من بهشون میگم تسخیر شدگان. یونگ میگه انسان‌ها ایده‌ها رو ندارن، بلکه ایده‌ها هستن که انسان‌ها رو تصاحب میکنن. جسم دوستت روبروی تو نشسته، اما ذهنش جای دیگه ایه. فرق نمیکنه چه اسمی، مذهب، سیاست یا حتی گیاهخوار تهاجمی. هر جمله‌ای که بگی اون از فیلتر تعصبش رد میکنه. تو از دردهات میگی و اون برات سخنرانی حزبی میکنه. انسانیت از این رابطه حذف شده. تو برای اون دیگه دوست نیستی، یا سرباز خودی هستی یا دشمن. اگه باهاش مخالفت کنی خشمی رو میبینی که متعلق به خودش نیست. اون حاضر دوستی 20 ساله رو فدای آرمانش کنه. بحث کردن با این آدما مثل بحث کردن با یه نوار ضبط شده. اونا دنبال دیالوگ نیستن. اونا دنبال قربانی برای معبدشون میگردن. از این زامبی ها دوری کنین، چون اونا فردیت خودشون رو از دست دادن و کسی که فردیت نداره وجدان هم نداره.
اگه گروه قبلی مغزت رو میخورد، این گروه میخواد روحت رو بمکه. من به اینا میگم خوناشام‌های تایید طلب. اونا روزی 10 بار بهت پیام میدن، اما نه برای احوال پرسی. عکسم چطوره؟ به نظرت فلانی از من بعدش میاد؟ من احمقم؟ اولش فکر میکنی فقط اعتماد به نفسشون کمه. حس میکنی وظیفتی که بهشون روحیه بدی، اما این سطل ته نداره. اونا انرژی تو رو میخورن تا چند دقیقه شارژ بشن، اما فردا دوباره همون آش و همون کاسه است. اونا خود ندارن. هویتشون به تایید تو وابسته. خطر واقعی وقتیه که تو خسته بشی و نتونی بهشون سرویس بدی. اونجاست که چهره وحشی خوناشان رو میبینی. بهت برچسب میزنن. تو بی احساسی، تو هم مثل بقیه‌ای. این گروگانگیری عاطفی برای ایجاد احساس گناهه. رابرت گرین میگه از این آدما دوری کنین، چون شما رو هم به پایین میکشن. انرژی که باید صرف ساختن امپراتوری خودت میکردی، صرف پر کردن چاه عقده‌های اونها شده. سیم رابط رو قطع کن. بذار با حفره‌های خودشون روبرو بشن. گروه 8، دشمنان قسم خورده لذت و قدرت هستن. پلیس های جهنم. اونا معمولاً لباس قدیس ها رو میپوشن و از اخلاقیات حرف میزنن. وقتی تو با هیجان از رویاهات میگی، اونا با یه لبخند تلخ وارد میشن. میخوای پولدار بشی؟ میگن پول چرک کف دسته. طمع کارت رو تموم میکنه. میخوای قدرت داشته باشی؟ میگن خاکی باش، مگه چقدر زنده ایم؟ ظاهراً دارن نصیحتت میکنن، اما حقیقت چیز دیگه ایه. اونا جرئت ندارن دنبال خواسته هاشون برن، پس تو هم حق نداری. نیچه به این میگه اخلاق بردگی، یعنی ضعف رو فضیلت نامیدن. اونا به بیپولی میگن قناعت، به ترس میگن احتیاط. حالا میخوان با تیغ احساس گناه تو رو هم اخته کنن. اونا پلیسای شادی هستن، هر جا قد بکشی با چماق اخلاق میزنن تو سرت. یونگ میگه درخت برای رسیدن به نور باید ریشه هاش رو توی تاریکی ببره. تو برای موفقیت به اون خشم مقدس و قدرت نیاز داری. این آدما میخوان ریشه هات رو قطع کنن تا مثل اونا کوتوله بمونی. گول ظاهر موجهشون رو نخور. اینا حسودترین موجودات زمین هستن. ازشون فاصله بگیر تا بتونی بدون عذاب وجدان قدرتمند باشی. اما آخرین گروه، صمیمی‌ترین، بامزه‌ترین و در عین حال کشنده‌ترین دشمنان تو. من بهشون میگم لنگرهای میان مایگی، رفقای قدیمی و صمیمی. تو تصمیم گرفتی تغییر کنی، 5 صبح بیدار بشی و ورزش کنی، اما جمعه شب اکیپ سنگ میزنه کجایی پسر، بیا دور هم قلیون بکشیم. وقتی میگی نه باید فردا زود بیدار شم، صدای همسرایان دوزخ بلند میشه. چی شده؟ کلاس میذاری؟ بابا دنیا 2 روز سخت نگیر. اینجا قانون فیزیک حاکمه. جاذبه میان مایگی. پرواز تو به اونا یادآوری میکنه که خودشون دارن درجا میزنن. پس ناخودآگاه تلاش میکنن تو رو پایین بکشن تا حال خودشون بد نشه. یون میگه بزرگترین ترس انسان جدا شدن از گله است. فرایند فردیت یعنی شجاعت جدا شدن از گوسفندها. لنگرهای میان مایگی با سلاح صمیمیت و خاطرات بهت حمله میکنه. اونا میخوان تو هم مثل اونا معمولی باشی و معمولی بمیری، چون معمولی بودن امنه، اما تغییر کردن درد داره. برای رسیدن به قله باید بی‌رحمانه این طناب‌ها رو ببری. باید قبول کنی که تنها میشی و این بهای سنگین آزادیه. میان مایگی مثل گاز مونوکسید کربونه، بی بو، بی صدا، ولی تو رو توی خواب میکشه. حالا که این 9 گروه رو شناختی، شاید یه ترس سرد وجودت رو گرفته باشه. با خودت میگی اگه همه رو حذف کنم که تنها میشم. دقیقاً نکته همینه. تنهایی استراتژیک. عقاب‌ها تنها پرواز میکنن. این گوسفندها هستن که گله‌ای حرکت میکنن. تا وقتی نترسی که از میز مذاکره بلند شی، همیشه بازنده‌ای. قدرت واقعی یعنی بودنت برای بقیه لطف باشه، اما نبودنشون برای تو فاجعه نباشه. نترس. بذار اطرافت خلوت بشه تا صدای واقعی خودت رو بشنوی.
توی این سکوت آدم‌های جدیدی پیدا میشن که از جنس روح تو هستند. حسب کن تا ساخته شی. صادقانه توی آینه نگاه کن. تو برای کی سمی بودی؟ توی کامنت ها برام بنویس کدوم یکی از 9 گروه همین الان داره انرژی رو میمکه. این ویدیو رو برای اون دوستی بفرست که میدونی توی این تله ها گیر کرده. تا ویدئوی بعدی مراقب نوری که درونت هست باش. خدا نگهدار.